وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: از نشستن در گذرگاه عمومی اجتناب کنید. مردم گفتند: یا رسول الله، چاره جز این نداریم، یعنی ناچار هستیم، زیرا آنجا محل نشستن و سخن گفتن ماست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر چاره جز این ندارید پس حق راه را رعایت نمایید. پرسیدند: یا رسول الله، حق راه چیست؟ فرمودند: حفاظت چشمها، یعنی حفاظت چشمها از دیدن زنان بیگانه، آزار ندادن رهگذران، جواب دادن سلام و امر کردن به کارهای نیک و بازداشتن از کارهای ناروا. حدیث متفق علیه. برادران عزیز، وقتی در سر کوچه ها و محل گذرگاه مردم ایستاد می شوید، حق راه را رعایت نمایید. فراموش نکنید که پیروی از ارشادات و تعلیمات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را به سعادت ابدی می رساند.